بر اساس مطالعاتی که انجام شده و حدود 17 کشور رو ما بررسی کردیم که به این 6 مدل رسیدیم. 6 مدل حکمرانی دفاعی امنیتی در جهان وجود داره. بله. یا مدل ها حکمرانی دفاعی یا امنیت محوره، یا تهدید محوره، یا توان محوره، یا ائتلاف محوره، یا شبکه‌ای، یا مرکبه. که اگر اسلاید بعدی بیاری من توضیح بیشتر بدم چیزا رو. مدل امنیت محور در حالت عادی بهترین مدل حکمرانی مدل امنیت محوره. بله. چه تفاوتی با مدل تهدید محور داره؟ تفاوتش در این است که در مدل امنیت محور اصالت با ایجاد امنیت، یعنی اولویت اول میگه من امنیت ایجاد کنم، خب اولویت دوم میگه تهدید خنثی کنم. بله. یعنی مدل امنیت محور باز تولید قدرت و امنیت میکنه. مدل تهدید محور برعکسه، میگه آقا شما اول تهدید خنثی کن، بعد به فکر ایجاد امنیت باش. بله. به نوعی مدل تهدید محور باز تولید قدرت نمیکنه، شاید امنیت ایجاد کنه ولی باز تولید قدرت نمیکنه. این یه تفاوتشه. تفاوت دوم این است که در مدل تهدید محور اطلاعات پیوست عملیاته، ولی در مدل امنیت محور برعکس عملیات پیوست اطلاعاته. یعنی چی؟ یعنی اصالت با اطلاعات. تو این دوتا جنگ هم تقریبا به نوعی جنگ با جنگ اطلاعاتی آغاز شد. بله. بعد وارد فاز نظامی شد.